محصولات لبی که ازشون استفاده کردم و پوست لبمون به فنا دادن و گزینه اقتصادی مناسبتر و ورژن بهترش. اول از همه از این بالمای لب شروع میکنم. طرح هلو بوش خیلی خوبه، رنگ خیلی قشنگی داره، ولی اصلا به ظاهرش نگاه نکنید. قرار پوست لبتون رو داغون کنه، یه لایه خشک و خیلی صفر رو لبتون ایجاد میکنه و لبتون کم کم بعد یه مدتی شروع میکنه به پوست شدن و پوست لبتون رو برای همیشه به فنا میده. مورد دوم، بالم لب طرح حیوانات. خیلی خوش عطره، ظاهر گوگلی داره، رنگای مختلف داره، قیمتش هم خوبه، اما اینم مثل قبلی لب خیلی خوش میکنه و اگه به عنوان نرم کننده لب میخواین ازش استفاده کنید که یه رنگ ملیحی بده، این اصلا اینجوری نیست. این یه رژ مکیه که تا سالها رنگش قراره روی لبتون بمونه. لیپ گلاس طرح دیور. اگه به عنوان یه لیپ گلاسی میخوای ازش استفاده کنی که خیلی موندگار باشه و رنگ خیلی خوبه بده و در این حال یکم لبتون نرم و اویلی طور بکنه، این اصلا اینطوری نیست. لبتو به شدت خوش میکنه و اصلا موندگار و به نظرم اصلا به قیمتش نمیارزه. به نظر من به جای استفاده از در واقع برق لب طرح دیور، بیاین از عسل لب استفاده کن. عسل لب هم خیلی خوش‌تره، هم موندگارتره و هم واقعا لبو نرم میکنه. و برای شمایی که اگه مثل من لبتون خیلی حساسه و خیلی زود پوست میشه و نتونستین با برق لب کنار بیاین، به نظرم عسل لب گزینه بهتریه. و در آخر و به صرفه و اقتصادی ترین مورد، به نظر من رومالای زیرووید، همون ویتامین آ خودمونه که همه داروخونه ها دارش و قیمتش خیلی عالیه و برای مواقعی که به خاطر حالا تغییرات فصل و ژنتیکی که حالا توتون هست، در واقع پوست لبتون خشک میشه و ترک میخوره و نمیخواین در واقع دنبال چیزای آرایشی برین، این محصول دارویی هم لبتون رو تغذیه میکنه، هم خیلی خیلی نرم میکنه و خیلی عالیه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. راستی لینک چنل یوتیوبم هم توی کپشن میذارم، خوشحال میشم اونجا هم همراه باشی.